همصحبت ما هستند هیو فیلپott سفیر نو بریتانیا در تاجیکستان. جناب سفیر خوش آمدید به تاجیکستان. تشکر و تشکر به این ملاقات و امکانیت که من با شما گپ میزنم و نوروز مبارک به همه در تاجیکستان و این یک نوروز من یکم در تاجیکستان زمالت و کباب و آش پلاو و فسیو. جناب سفیر میبینم که زبان تاجیکی را بلد هستید. اصلا چگونه این زبان را آموختید یا بلد شدید؟ وقتی که من خبر رو قبول کردم که من سفیر نو در تاجیکستان شدم، فکر من بود که لازم است که زبان تاجیکی آموختم و با یاری معلمانی خوب در لندن، معلمان از تاجیکستان، من کمتر زبان تاجیکی خواندم و آموختم. لیکن من فقط کمتر به زبان تاجیکی گپ میزنم و ممکن این ملاقات همچنین به زبان انگلیسی با یاری همکاری من از سفارت که ممکن ترجمه میکند. بله. خب تاجیکان مقاله دارن که کم باشد و خوب باشد. شما که زبان تاجیکی را کم هم دارید ولی این خوب هست. اما چند سال باز با آموزش زبان تاجیکی مشغول هستید؟ شاید 3-4-5 ماه از ماهی یول تا ماهی نوامبر در لندن و مشکل بود چون که من در این وقت در همه وقت زبان روسی آموختم و این همچنین مشکل بود، لیکن مفید در اینجا. بله. چون شما هم گفتید ما در ایام نوروز هستیم و شما هم به نوروز تبریک کردید، ما هم شما را به نوروز تبریک میگیم. نوروزتان فیروز باد، هر روزتان نوروز باد و در کاری پرمسئولیتی دیپلماتی در تاجیکستان برای شما برار و کامیابی خواهانیم.